اگر کاغذ بر سنگ، سنگ به قیچی و قیچی بر کاغذ پیروز بشه، غلامرضا میتونه هر ستای اونا رو شکست بده. غلامرضا غلط املایی نداره. اگر او کلمه ای را اشتباه بنویسد، دانشنامه‌های لغت هم املای اون کلمه رو تغییر میدن. غلامرضا میتونه با یک چرخ تک چرخ بزنه. یه بار یه مار کبرا غلامرضا رو نیک زد. بعد از 5 روز درد طاقت فرسا مار کبرا مرد. غلامرضا میتونه دشمناشو با تلفن بیسیم خفه کنه. غلامرضا میتونه بارش باران یک آدم برفی از جنس آتش درست کنه. غلامرضا میتواند یک ماهی را غرق کند. غلامرضا وقتی وارد یک اتاق میشه چراغ‌ها رو روشن نمیکنه. اون تاریکی‌ها رو خاموش میکنه. تنها زمانی که غلامرضا اشتباه کرد زمانی بود که فکر میکرد اشتباه کرده. غلامرضا استیک خودش رو با گاز اشک‌آور تمدار میکنه. غلامرضا یک بار دنیا رو از نابودی نجات داد با کنترل خشم خودش. اکثر مردم فقط 23 جفت کروموزوم دارن، اما غلامرضا 72 تا داره و همه اونا هم کشنده هستند. غلامرضا تنها مردی است که یک دیوار آجری را در بازی تنیس شکست داده. غلامرضا دوش نمیگیره، حمام خون میکنه. غلامرضا جدول تناوبی رو قبول نداره، زیرا غلامرضا میدونه که تنها عنصر فقط غافلگیریه. غلامرضا یک بار با پا به چانه یک اسب زرد زد. نوادگان اونو امروزه به نام زرافه میشناسند. وقتی که غلامرضا به دنیا آمد تنها کسی که گریه میکرد دکتر بود. هیچ وقت به باسن غلامرضا سیلی نزنید. وقتی که غلامرضا تقسیم میکنه هیچ باقی مانده‌ای وجود نداره. غلامرضا خورشید رو توی یک مسابقه به هم خیره شدن شکست داد. سوپرمن و غلامرضا یک بار با هم جنگیدن و قرار شد که بازنده از این به بعد شورتش رو روی شلوارش بپوشه. بتمن در اتاق خواب خود پوستر غلامرضا رو چسبانده است. غلامرضا نفس نمیکشد. او هوا را گروگان میگیرد. غلامرضا میتواند با یک دست کف بزند. بابانوئل واقعی بوده تا قبل از اینکه یادش بره برای غلامرضا هدیه بیاره. غلامرضا نگران قیمت بالای سوخت نیست، چون وسایل نقلیه اون با ترس کار میکنن. غلامرضا هواپیما رو اختراع کرد چون تنهایی پرواز کردن خیلی خسته کننده بود. چکمه‌های کابویی غلامرضا از کابوهای واقعی درست شده. غلامرضا وقتی وزنه میزنه، وزنه ورزیده میشه و شکل میگیره. غلامرضا وقتی که هر دو دستش بسته بود تونست توی مسابقه مچ‌اندازی برنده بشه.